در ادامه داریوش میگه هیه مریتی و معدا، میگه خدایی که این مردمان رو آفریده. چرا میگه مردمان رو آفریده؟ بالاترین آفریده اهورامزدا انسانه، نباید به بردگی گرفته بشه. دلیل اینکه ایرانی‌ها در زمان کوروش بزرگ به این طرف بردهداری رو لغو کردن این بوده که نیاکان ما چی؟ انسان رو آفریده خدا میدونستن. در کتاب مقدس اوستا یه توبه‌نامه‌هایی داریم، یعنی شما اگه شاخه یه درخت رو بشکنی، اگه خاک رو آلوده کنی سرسبزیشو بگیری، اگه آب آلوده کنی، اگه به افکاری انسان بی‌احترامی کنی، باید به درگاه خدا توبه کنی. اینا مفاهیمیه که اون موقع وجود داشته. در آخر داریوش میگه یه شیاطین معدا مریتی حیا، میگه خدایی که شادی رو برای این مردمان آفریده. وقتی زرتشت به دنیا میاد میخنده، اهریمن گریه میکنه. در کتاب مقدس اوستا زرتشت میگه خنده و سرور و شادی و خوشحالی از برای پیروان اهورامزدا